درست کردن این اپیزود شاید یکی از سخت‌ترین کارهایی که من تا حالا کردم. این اپیزودو من دارم الان 20 ژانویه درست میکنم 2026، بعد از کشته شدن 10,000 عزیزمون، زخمی شدن 100,000 نفر و دیدن اتفاقاتی که توی ایران افتاده، اتفاقاتی که هیچ بویی از انسانیت نداره، دردهایی رو به ما یاد میده و یا به ما یادآوری میکنه به عنوان ایرانی، به خاطر اینکه ما این رو قبلا کشیدیم که خیلی‌ها توی دنیا این درد رو هیچ وقت نه حس کردن نه دیدن و خدا رو شکر که نکردن، به خاطر اینکه اینا دردایی که نباید وجود داشته باشه، چیزایی که من همیشه بهش گفتم دردهای بیهوده دنیا. و تلاش من واقعا توی این کانال بوده که هر کاری بکنم تا دردهای بیهوده دنیا رو برای همه کم بکنم، چه از نظر احساسی، چه از نظر مالی، چه از نظر کاری، چه از نظر روابط، سلامتی، از هر کاری که بتونم بکنم که دردهای بیهوده دنیا رو خودم و از دیگران کم بکنم. و در این شرایط درست کردن یه همچین اپیزودی خودش کشمکش درونیه. مطمئنم خیلیا میگن چرا داری اپیزود درست میکنی تو این زمان، خیلیا میگن که چرا لفتش دادی تا اپیزود درست بکنی، ولی چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که منم قلبم تو ایرانه، تو خیابونای ایرانه، قلبم برای تک تک اون جوانایی میتپه که یا هیچ وقت بر نمیگردن خونه، یا اینکه پدر و مادرشون، خواهرشون، برادرشون، خانواده‌شون هنوز منتظرشونن. منم این درد رو کشیدم، منم الان از دور دارم اینا رو دوباره حس میکنم و میبینم و تک تکش رو دارم زندگی میکنم، ولی اینجا اومدم که هم یه چراغ امیدی به خودم بدم و به شما، و هم بهتون بگم که منم به نوبه خودم هر کاری که از دستم بر بیاد دارم انجام میدم و ترجیح خود من اینه که خیلی از اون کارهایی که میکنم برای خودم باشه و در سکوت این کارا رو بکنم. و در مورد این مسائل من تو این اپیزود صحبت میکنم چون میخوام بهتون یادآوری بکنم که چه اتفاق بزرگتری داره میفته توی دنیا و توی ایران، و اگر که ایران روی یه خط، روی مداری هست که از یه جا اومده و یه به جای دیگه داره میره، این مدار کجاست، چه اتفاقاتی تو دنیا دارن میفتن و چه اتفاقاتی ممکنه بیفتن. بانک آینده که برشکست شد چه اتفاقی افتاد براش و چه اتفاقی برای ایران آورد. و در مورد یه سری کشورها و امپراتوری دیگه صحبت میکنم که اونا هم همین مدارها رو رفتن تا بتونیم از اونها یه چیزایی یاد بگیریم که بدونیم کجا داریم میریم. همه تلاش من الان توی این اپیزود برای اینه که بتونم آگاهی هممون رو بالاتر ببرم، به خاطر اینکه من همیشه معتقد بودم که اگر آگاهی ما بالا باشه، تصمیمایی که میگیریم تصمیمات بهتری هستند. حالا قبل از اینکه شروع بکنیم اینو یادتون میاد، ولی یه علت دیگه هم مثلا همین فرض کن اخیراً جنگ ایران و اسرائیل که اتفاق افتاده، بیا با هم فکر کنیم در مورد این قضیه. وقتی که این جنگ اتفاق افتاده چقدر صدمه به ایران خورده از نظر مالی؟ خیلی، بیلیون دلار. آره. ایران فکر می‌کنی الان باید چیکار کنه؟ بازسازی کنه. چقدر هزینه داره؟ بیلیون زدن. پول از کجا داره میاد؟ از نفت میاد. خب بلکه نمیتونن که یه دفعه مثلا 40% بیشتر نفت بفروشن که. و پول چاپ کنن. باید پول چاپ کنن. وقتی پول چاپ میکنن یعنی چی؟ تورم. یعنی تورم قراره دوباره بره بالا. خب وقتی تورم قراره بره بالا، تو پولتو با کجا بذاری؟ حالا این کلیپ چطور؟ بعد سال 1397 یا 2019، سال قبل از کووید، خب این عددا رو نگاه کن. 38 تا 86، 26 و 52، 45 و 52، 35 و 11، 48 تا 8، 40/2. یعنی یه دفعه تورم کشیده بالا، رفته روی 40%، از یه چیزی که حدود 10 تا 20% بود رفته روی حدود 40%. خب این اگر که من توی ایران باشم، اولین کاری که میکنم اینه که میگم چطور من خودم رو از تورم محافظت کنم. حالا که اونو دیدید، اینو هم یادتون میاد. تو فکر میکنی با میانگین تورم ایران دلار کی به 1 میلیون تومان میرسه؟ 2033 یا 1411، یعنی 8 سال دیگه. یعنی اگه با همین تورم بریم جلو، دلار توی 8 سال دیگه 1 میلیون تومانه. 8 سال دیگه دلار 1 میلیون تومانه. خیلی مهمه. امیدوارم اینو ببینن همه و یه کاری از امروز براش بکنن. مردممون بتونن حالا اون پسندازا رو نکنن، تبدیلش کنن به چیزایی که محافظت کنه. دقیقاً. یعنی مرسی که اینو گفتی امیر، به خاطر اینکه ببین هدف همه، اصلا کل هدف زندگی ماها برای اینکه بتونیم خودمون رو بیشتر خودمون رو به دنیا نشون بدیم، اینه که بتونیم خودمون رو محافظت کنیم از همه این عواملی که بیرون و خارج از کنترل ما هستن.
حرفی که زدیم خیلی درسته. سوال یعنی ممکنه همه میترسن که اینو بشنون، ولی این ترس باید یه سوالی رو برات ایجاد بکنه. سوالش هم اینه که پس من چی کار کنم که بتونم از پولم محافظت بکنم؟ جوابش هم ساده است. سبد برای خودت درست کن. هر ماه بین 10 تا 20% پولت که داره میاد رو بریز توی اون سبد. طلا، دلار، کریپتو. علتی که من همه اینا رو میدونستم، از قبل داشتم این صحبت رو میکردم، این نیست که من آینده شناسم. علتش اینه که من گذشته رو رفتم تحقیق کردم، گذشته رو مطالعه کردم و از اتفاقاتی که تو قبل افتاده یاد گرفتم و دارم سعی میکنم راه آینده خودم رو بفهمم. وقتی این کلیپ ها رو ما بیرون گذاشتیم برام خیلی جالب بود که مردم دو جور مختلف جواب دادن. یه عده بودن که میگفتن که چه اطلاعات خوبی، پس من الان میدونم اگه قرار تورم بره بالا باید پول خودم رو مرتب و به سرعت به ارزهای مختلف، به طلا و نقره و یه چیزای کالا حتی عوض بکنم که بتونم اون ارزش خودش رو نگه دارم. و یه عده دیگه‌ای بودن که یه مش بعد و بیرا گفتن که اینا فقط داری میترسونی مردم و این حرفا چیه داری میزنی و چی داری میخوای بفروشی بهشون. که منم مرتب به مردم داشتم میگفتم با من چیزی برای فروش ندارم، من فقط دارم آگاهی رو بالا میبرم. تنها چیزی که میتونی بگی من برای فروش دارم این کتابه که اسمش هست چگونه کنه‌ای بر پشت اژدها باشیم، که اینم من به صورت مجانی دارم به صورت صوتی خودم ترجمه کردم، با صدای خودم و با هزینه خودم دارم رو کانال یوتیوب به صورت رایگان در اختیارتون میذارم، به خاطر اینکه در مورد این مسائل هم صحبت میکنه. اتفاقا توی این کتاب وقتی که داستانها رو فصل به فصل میخونی، نه تنها در مورد سرمایه‌گذاری و اصول مالی چیزایی یاد میگیری، بلکه اگه کتابو تا آخر خونده باشی میفهمی که کل داستان این کتاب از اول تا آخر شبیه داستان یه حکومته، شبیه داستان حکومتی مثلا فرض کن آمریکا یا ایران یا هر حکومت دیگه ایه. کاری به خوبی و بدیش ندارم، ولی از نظر مالی و از نظر اینکه چه اتفاقاتی براش از نظر مالی میتونه بیفته و وقتی که به مرگ نزدیک میشه چه اتفاقاتی میفته براش. وقتی این کتابو میخونی با تمام اونا آشنا میشی و به خاطر همینم من چند فصل آخر این کتابو به سرعت ترجمه میکنم و میذارم روی یوتیوب که بتونید اینو گوش بکنید. ولی امروز میخوام برم در مورد همینا باهاتون صحبت بکنم. علتی که من میتونستم اینا رو حدس بزنم که چه اتفاقی میفته اینه که من رفتم گذشته ها رو تو شروع کردم تحقیق کردن. معمولا توی اقتصاد یا توی صنعت مالی یا معمولا حتی جاهای دیگه ای از دنیا، وقتی که شما بخواید ببینید در آینده چه اتفاقی میفته، بهترین راه اینه که برید موارد مشابهش رو پیدا کنید و ببینید برای اونها در گذشته چه اتفاقی افتاده تا بتونید حدس بزنید که برای اون اتفاق جدید چه به کدوم سمت قرار خواهد بره اون داستان. و این کار تنها کاری نیست که من کردم. تمام هج فاندایی که پشت من هستن توی نیویورک رو نگاه بکنید، مثلا ری دالیو رو ببینید، اون شاید میلیون ها دلار در سال هزینه دارن میکنن اینها که برن اطلاعات اقتصادی از کشورهای مختلف بگیرن، از شاخصهای مختلف، تا ببینن که هر کشور کجای این مدار وجود داره، تا ببینن که آیا میتونن برن اونجا سرمایه گذاری بکنن یا نه، آیا خوبه برن ارز اون کشور رو بخرن یا نه. و نه تنها اون، بلکه میدونن که قدرت هر کشور معمولا به قدرت ارزش بستگی داره. پس اگه آمریکا میخواد مثلا کاری بکنه برای انگلستان، اروپا، جای دیگه‌ای، معمولا اینها به جای اینکه برن وارد جنگ بشن، وارد جنگ ارزی میشن. و یکی دو تا مثال زدم من براتون حتما میزنم. خب حالا بریم با هم صحبتشو بکنیم. مثلا اولین امپراتوری که ما تونستیم به اندازه کافی اطلاعات ازش داشته باشیم به خاطر اینکه نوشته شده بود، امپراتوری روم بود که بزرگترین امپراتوری بود که در اون لحظه بود. و امپراتوری روم دقیقاً مثل هر کشور یا هر امپراتوری دیگه شروع کرده بود. اسکناسی که نداشت اون موقع سکه داشت چاپ میکرد، سکه های طلا و نقره داشت و بعداً همینطور که رشد کرد و شروع کرد سرزمین های جدیدی رو گرفتن، سربازای بیشتری نیاز داشت، کالاهای بیشتری نیاز داشت که بتونه سربازاشو غذا بهشون بده، مکان بهشون بده و برای اینکه بتونه خرج و هزینه تمام نه تنها نگهداری کشورش و بلکه توسعه‌اش رو بتونه بده، شروع کرد این سکه ها رو خورد ارزششون رو کمتر کردن. مثلا شروع کرد تو سکه های مثلا نقره‌اش نیکل و مس و چیزهای دیگه اضافه کرد و انقدر این شروع کرد این کارو کردن تا سکه نقره‌ای که تولید میکرد در اول اگه 95% توش نقره بود، بعد از اینکه مثلا به اون لحظه سقوطش داشت نزدیک میشد، میزان نقره‌ای که توی این بود 0.5% بود. یعنی سکه نقره‌ای که داشت 0.5% فقط توش نقره بود. یعنی ارزش سکه خودش رو انقدر کم کرده بود برای اینکه فقط بتونه چاپ بکنه، میزان سکه بیشتری تولید بکنه، به سربازاش بده، بتونه کشورش رو توسعه بده و اون رو نگه داره، که انقدر ارزش سکه هاش افتاده بود.
و حالا جالبه برات فکر بکنی که خب بگی خب مثلا ارزش سکه چه ربطی به مثلا قدرت یه دولت داره. خب امپراتوری روم از چه طریقی تونسته بود قدرت خودش رو حفظ بکنه؟ از طریق اینکه تونسته بود اون کسایی رو که گرفته بود و به عنوان حاکمدار گذاشته بود بتونه ساپورت بکنه، بتونه بهشون پول بده که بتونن به مردمشون بدن، یا اونو بتونه مردم خوشحال و راضی نگه دارن، اقتصاد رو پر رونق نگه دارن. به سربازایی باید میداد که بتونه برن توسعه بدن و یا بتونن در مقابل مزدورا و آدمای دیگه که از خارج دارن میان بتونن دفاع بکنن. به تمام اینها باید میداد. و به خاطر اینکه امپراتوریش انقدر بزرگ شده بود و دیگه نمیتونست اون هزینه ها رو با رشد داخلی خودش و با توسعه داخلی خودش تولید بکنه، مجبور بود که بره پول خودش رو بی ارزش بکنه و سکه های بیشتری چاپ بکنه تا بده به سربازها و به آدمای دیگه تا بتونه اینا رو راضی نگه داره. ولی به محضی که شروع میکنی سکه خودت رو ارزش رو کمتر کردن، میزان سکه‌ای که ملت میخوان تا بتونن یک کالایی رو بهت بدن به مرور زمان میره بالاتر. یعنی که قبلا مثلا یه سکه نقره مثلا 95% نقره بوده، تو میرفتی باش یه دونه مثلا عرابه میخریدی، بعد از 10 سال تو حتما 4 تا سکه نقره نیاز داشتی، چون میزان نقره‌ای که تو هر سکه بوده کمتر شده بوده. پس مردم میزان نقره بیشتری ازت، سکه بیشتری ازت میخواستن تا بتونن به یه عرابه بفروشن. این دقیقاً اتفاقی که الان تو ایران هم داره میفته. این کلاً تورم رو ایجاد میکنه. یعنی هرچی ارزش پولت میفته، میزان پولی که مردم میخوان تا با جنس کالا رو بدن بیشتر میشه. خب حالا توی امپراتوری روم چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که ارزش پول افتاد، اون سربازا و اون کسایی که داشتن حتی این پول رو میگرفتن تا بتونن برن دفاع بکنن، کم کم شروع کردن گفتن که ما پول بیشتری نیاز داریم، ما پول بیشتری نیاز داریم، چون تو داری ارزش پول کمتر میکنی، ما تعداد بیشتری از اینو نیاز داریم تا بتونیم به جونمون رو بذاریم کف دستمون، بریم یه جایی یا از خانواده‌مون خدافظی بکنیم یا بتونیم حتی اسبامون رو غذا بدیم. و بعد از یه مدت انقدر این نگه داشتن سربازا براشون سخت شد که امپراتوری روم مجبور شد بره از قبیله هایی که بهش میگفتن باربریان یا قبیله های وحشی برن بگیرن اینها رو و به عنوان سرباز از اینها استفاده بکنن. و بعد از این مدتی همین قبیله های وحشی هم به این نتیجه رسیدن که سکه هایی که داشتن میگرفتن خیلی براشون ارزش نداره و از امپراتوری درخواست مستقیم طلا و نقره کرده بودن. و امپراتوری روم برای اینکه بتونه مثلا پول اینها رو بده، به خاطر اینکه به اندازه کافی طلا و نقره نداشت، وای میساد هر 1 سال یه بار به اینها یه مبلغی رو به عنوان بونس بهشون میداد. و جالبه که بدونید که دقیقاً اینجاها بود که وقتی که امپراتوری روم شروع کرد به این قبیله‌های وحشی روی آوردن و نمیتونست بهشون سکه و نقره بده و اون بونس ها رو بده، شروع میکرد بهشون مثلا زمین میداد. میگفت خب پس این یه تیکه مثلا خاک ما مال شماست، شما بیاین توش زندگی بکنین. و بعد از یه مدت حتی وقتی اونم دیگه جواب نداد و نمیتونستن اون بونس های اینا رو هر سال بدن، همین قبیله های وحشی بودن که می اومدن با یه سری سیاستمدارای داخلی شریک می شدن و می اومدن امپراتور رو می کشتن و یه امپراتور جدیدی رو میذاشتن که بتونه پولشون رو بده. یعنی ناخودآگاه کشور شروع کرد از داخل فروپاشی کردن. تمام اون آدمایی که برای اون حکومت کار میکردن ناخودآگاه دیگه نتونستن کار بکنن، به خاطر اینکه اون پولی که میگرفتن حتی کافیشون نبود و حتی اون قبیله‌های وحشی که اومده بودن و داشتن براشون کار میکردن هم نمیتونستن ادامه بدن کارشون رو، به خاطر اینکه خب اون پولی که میخواستن باز نمیگرفتن، میرفتن دنبال کار خودشون یا میزدن امپراتور رو میکشتن. و برای همین بود که امپراتوری روم با اون قدرت و عظمتی که داشت از داخل فروپاشی کرد. حالا جالبه که بدونی که از امپراتوری روم به اینورم هر امپراتوری دیگه‌ای رو که نگاه بکنی دقیقاً همین روند برای همشون پیش اومده. معمولاً توسعه زیاد دادن، چاپ زیاد کردن و تا زمانی که پرقدرت بودن و کسی نهیبی بهشون نزده اوکی بودن، ولی به محضی که اولین شکست، دومی شکست رو میخورن، یه دفعه از داخل اعتماد به اون ارز فروپاشی میکنه و اون تورم شدیدی که ایجاد میشه یا تورم افسار گسیخته‌ای که به وجود میاد باعث میشه که پول انقدر بی‌ارزش بشه که حتی کسایی که برای اون کشور هم کار میکردن هم دیگه نخوان اون پول اون کشور رو بگیرن. همونطور که میدونید من سالهای سال رئیس ریسک و نظارت نزدک بودم و کاری که میکردم این بود که دنبال کسانی بودم که سفته بازی میکردن توی مارکت یا کارهای خطا میکردن توی بازار بورس و همیشه این حرفی که میزنن میگن اگه که مجرم رو میخوای پیدا بکنی دنبال پول بگرد. نه تنها صحیحه بلکه من چیز دیگه هم که میگم اینه که اگه میخوای بدونی آینده هر چیزی به کجا میرسه پولش رو دنبال بکن. و برای همین بریم یه مقدار داخل ایران رو نگاه بکنیم. من علتی که مثلا اون ویدیوها رو گذاشته بودم از قبل و گفته بودم که مثلا بعد از جنگی که اتفاق افتاده بود و آمریکا و اسرائیل حمله کرده بودن به ایران، بعدش احتمالاً تورم شدیدتری به وجود میاد،
به خاطر اینه که اصول اقتصادیش رو میدونم و میدونم که چه اتفاقاتی میفته و میدونم که الان ایران بعد از مدت‌ها بالاخره رسیده به اون قسمتی که داره به سمت مرگ میره، مرگ مالی میره و مرگ مالی همونطور که گفتم معمولا با مرگ حکومت هم هست. یه مثال خیلی ساده اینجا بزنم و بعد میرم مثال عمیق‌تر براتون، برای اینکه خیلی شاخه به شاخه نپریم. منم ببخشید الان 3 هفته است در حال سفر هستم و پریشب رسیدم، جت لگ شدیدم، ولی تلاشمو میکنم. وقتی که نگاه میکنی یه کسی مثلا فرض کن من اگر که همینجوری پول قرض کردم از مردم و خرجش کردم و الان ورشکست شدم، دیگه امکان نداره کسی به من پول قرض بده. اصلا برای چی باید به من پول کسی قرض بده؟ تنها راهی که یکی ممکنه به من پول قرض بده اینه که یکی بیاد ضمانت منو بکنه و بگه که این آدم اگه که بهش پول بدین آدم جدیدی شده، آدم بهتری شده و اون کارهای قبلی رو دیگه نمیکنه، از پولش بیشتر نگهداری میکنه، قراره که توسعه بده خودش رو، بره چند تا چیز یاد بگیره، چند تا کار بکنه، پروداکتیویتی داشته باشه، بتونه چیزایی رو تولید بکنه. فقط در اون لحظه است که من ممکنه بتونم تمام بدهی‌های گذشته‌مو برم دوباره وام بگیرم تا بتونم اونها رو در طول زمان زیاد پرداخت کنم و بعداً خودم رو سر پا نگه دارم. این اتفاق دقیقاً برای کشورهایی که ارزششون سقوط میکنن میافته. وقتی ارز یک کشور کاملا سقوط میکنه و از بین میره، معمولاً کشورهای دیگه میتونن بیان بهش پول قرض بدن، ولی چیزی که نیاز دارن ببینن یه تغییری تو حکومت اون کشور و به شیوه ها و روش هایی که اون کشور داشته زندگی میکرده است. پس برای همین معمولاً مرگ ارز و مرگ دولت هم منجر میشه. همونطور که اگه بری نگاه بکنی تو تاریخ هم نگاه بکنی، معمولا وقتی که ارز یک کشور مرده، برای اینکه ارز جدید بیاد یه حکومت جدید اومده. دویچ مارک، پیپر مارک که میگفتن اون موقع از بین رفت، حکومت جدید اومده. حتی توی کشورهای مثل زیمبابوه این اتفاق هم افتاده. مثلا تورمی که الان توی ایران هست، درسته که الان تورم شدیدیه، دولت میگه 40% و مردم چیزی نزدیک 100% دارن الان حس میکنن و دلار شده مثلا الان 140-150 هزار تومان. ولی مثلا زیمبابوه ارزش پولش انقدر افتاده الان و همین تو اون زمانی که مخصوصا تورم شدید داشت انقدر افتاد که حتی اسکناس‌های 100 تریلیون دلاری هم چاپ کرده بود و بعد شروع کرد کارهای مختلف کردن، چون کشورهایی که به قسمت تورم افزار گسیخته میرسن معمولا این کارا رو میکنن. همونطور که روم همین کارا رو کرده بود. اولین کاری که میکنن که میان یه سری از این مثلا توی کشورهای جدید که اسکناس داریم میان صفرا رو برمی‌دارن. زیمبابوه مثلا این کارو کرده بود، 3 بار، یه بار 6 تا صفر برداشته بود، یه بار 10 تا صفر، به اختلاف 3 سال یا 4 سال. یعنی انقدر سریع تورم دوباره رفته بود بالا و در عرض فکر میکنم 10 سال 25 تا صفر رو برداشته بودن و هنوز باز دوباره داشت میرفت به میلیارد و تریلیون و اینها میرسید. یعنی وقتی که ارز یک کشوری به تورم افزار گسیخته میرسه، راهی دیگه جز نابودیش وجود نداره، دیگه راهی برای برگشتش وجود نداره. حالا در مورد اینم الان در انتهای این اپیزود بیشتر باهاتون صحبت میکنم که معنیش چیه. ولی چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که وقتی که یک کشوری یه میزان خاصی توی خزانه‌اش هست، یه میزانی مثلا طلا و نقره و اینا تو خزانه‌اش داره و بعد بقیه‌اش دیگه باید تولید بکنه تا بتونه به ارزش کشورش اضافه بکنه و به ارزش استفاده کنه، اضافه کنه. اگر که نکنه و کماکان بره فقط پول چاپ کنه، میزان طلایی که داره، طلا و نقره و ارز و اینا که داره توی خزانه‌اش همونه، اونا که بیشتر نشده، ولی فقط داره پول بیشتر چاپ میکنه تا بتونه هزینه‌های جنگو بده، مثلا بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل، تا بتونه هزینه‌های سقوط یه بانکو بده یا هزینه‌های مثلا اتفاقات رکود اقتصادی که داره رو بده و فقط چون داره پول چاپ میکنه دقیقاً مثل همون سکه میمونه که تو داری هی ازش نقرهشو کمتر و کمتر میکنی. و اتفاقی که معمولاً میفته اینی که دولت چند تا کار میکنه. اول برای اینکه ذهنیت مردم رو آروم بکنه میاد سعی میکنه صفر رو برداره. اگه اون جواب نده سعی میکنه مالیات رو ببره بالا. وقتی که میبینه خب مالیات رو برده بالا، مردم شاکین که هنوز پول منزه کافی ندارن و حالا باید مالیات بالاتری هم بدن، به سرعت اونم برمیگردونه. بعد کم کم جلوی تبدیل پول رو میگیره، میگه پس دیگه حق نداریم مثلا فرضاً ریال رو به دلار یا به چیز دیگه ای تبدیل بکنیم و حتی شروع میکنن برای طلا و نقره و اینها تبدیل اونها جیره بندی کردن. بعضی وقت میگن که خب پس مثلا هر آدمی میتونه اینقدر طلا بخره، اگه میخوای طلا بخری حتما باید بیای دولت بگیری یا مجوز بگیری و حتی جلوی خروج پول از کشور رو میگیرن. و این اتفاق، همه اینها فقط کارهایی که دارن سعی میکنن سرعت از بین رفتن اون ارز رو کم بکنن، ولی همه اینها تو قبل تجربه شده، احتمالاً هم تجربه خواهیم کرد، ولی جلوی مرگ پول رو نمیگیره. به خاطر اینکه وقتی که به اون حد افزار گسیخته تورم رسیده، تنها راهی که میتونه این برگرده
اینه که هویت دولت عوض بشه و اقتصاد ایران و اقتصاد هر کشوری که داره اون رو طی میکنه عوض بشه، اونم به شدت عوض بشه، نه یه خورده بهتر بشه، باید به شدت تغییر بکنه. حالا اتفاقات دیگه‌ای که افتاده بعد از اینکه ما اون اپیزود رو گذاشتیم، توی دسامبر بانک آینده که حدود 5 میلیارد دلار پول رو داشت از بین میره و ورشکست میشه. وقتی یه بانک ورشکست میشه یعنی تمام پولی که همه کس توی اون بانک گذاشته بوده رفته به باد هوا و تنها راهی که اون پول میتونه برگرده به حساب اون کسایی که پسنداز کرده بودن توی اون بانک‌ها اینی که بانک مرکزی اون کشور بیاد و میزان اون پولی که از دست رفته رو چاپ بکنه و بده به مردم. خب همونطور که گفتم اگه میزان طلای ارزی که داری توی طلا و نقره و ارزهایی که داری که توی خزانت داری یکیه، ولی باید یه دفعه بری 5 میلیارد دلار اونم تازه برای ایران چاپ بکنی و بتونی به مردم بدی، میدونی این چقدر تورم برات ایجاد میکنه؟ فقط برای دوستانی که حالا خارج از ایران هستن و نمیدونن توضیح بدم، 5 میلیارد یه بانک 5 میلیاردی تو ایران دقیقاً مثل میمونه که مثلا توی آمریکا شرکت گلدمن ساکس ورشکست بشه و بخوای تمام کسانی که با گلدمن ساکس سپرده دارن پولش رو چاپ بکنی و بهشون بدی. یا مثل میمونه که مثلا ویلز فارگو ورشکست بشه و بخوای تمام کسایی که وام و بده پول دارن و پسنداز کردن و همه چیز دارن تو اون بانک دارن کار میکنن و بخوای چاپ بکنی یه دفعه به همه اونها بدی. این یه چاپ پول وحشتناکیه و چیزی که ایران از عهده‌اش بر نمیاد. برای همینه که یه دفعه تورم وحشتناک یه دفعه شروع کرد به بالا رفتن. و حالا اتفاقات پله‌ای بعدش رو بهتون توضیح بدم چون مهمترین کار همینه. بانک آینده بانکی بوده که به خاطر سودهای بالایی که گفته بوده که به مردم میده عده زیادی رفته بودن به سمتش و به سرمایه‌گذاری کرده بودن. خب این سودها رو نتونسته بوده بده و به خاطر همین هم ورشکست میشه. ولی بانک آینده همونطور که یادتون میاد بهتون گفتم توی روم وقتی که حتی کسانی که برای حکومت روم کار میکردن مثلا سربازا و کسانی که برای سیاستمداری که برای روم کار میکردن دیدن که تورم داره حتی پول اونا رو هم از بین میبره یا بعد اونا هم کم کم از اونجا خارج شدن، سقوط بانک آینده شاید اولین اتفاقی بود توی ایران که برای کسانی که برای حکومت حتی کار میکنن یا برای دولت کار میکنن هم اتفاق افتاده. توی بانک آینده کسانی که مثلا برای دولت کار میکردن اونجا حساب داشتن و اونجا وقتی که بانک ورشکست میشه خب حسابای اونها هم از بین رفته و برای همین بانک مرکزی اومده تو و شروع کرده تو چاپ پول شدید به خاطر اینکه میخواد ثبات مالی بیاره دوباره. ولی حالا بعد از اینکه بانک آینده این اتفاق براش افتاده و ارزش پول یه دفعه شدیداً افتاده دوباره، اتفاقات دیگه‌ای که ممکنه بیفته اینه که بانک‌های دیگه‌ای که هستن هم ممکنه بتونن وام‌های اون بزرگی که داشتن رو بدن و این علامت سوالی که رو بانک آینده بوده رو بانک‌های دیگه هم ممکنه بیفته. و معمولاً وقتی که یک بانک سقوط میکنه، یه بانک معمولاً توی یه جا ایزوله نیست. معمولاً بانک با بانک‌های دیگه ارتباطات داره، سرمایه‌گذاری که توی مثلا بورس میکنن، سرمایه‌گذاری که توی ارزهای مختلف میکنن، اینا با هم ارتباط دارن و وقتی که یه بانک ورشکست میشه و 5 میلیارد دلار اونم برای ایران از بین میره، معمولاً قسمت‌های مختلف، سکتورهای مختلف مالی که بانک‌های دیگه هم بهشون دسترسی داشتن و سرمایه‌گذاری کرده بودن هم میفته. و برای همینه که بانک مرکزی مجبور انقدر پول چاپ بکنه تا بتونه بازار رو به یه ثبات برسونه و بتونه ارز رو یه مقدار ثابت نگه داره. ولی همه اینا میتونم بهتون بگم، من آینده رو هنوز ندیدم ولی میتونم حدس بزنم که چه اتفاقی میفته، اینی که هرچی بیشتر پول چاپ بکنن تا اینو بیشتر ثابت نگه دارن و تا یه مدتی هم ممکنه بتونن اینو ثابت نگه دارن، ولی متاسفانه دوباره این سقوط خواهد کرد و تورم دفعه بعد ممکنه بیشتر هم بشه. تورم افزار گسیخته متاسفانه تورمیه که از مثلا 10% 20% شروع میشه و وقتی به 40 50 100 میرسه دیگه کسی جلوشو نمیتونه واقعا بگیره و این ممکنه حتی روزهایی رو ببینه که ممکنه در یک روز 100%، در یک هفته 1000% یا در یک ماه ممکنه 150,000% داشته باشیم. حتی مثلا اگه نگاه بکنی به مارک آلمان توی فکر میکنم 1920 بود، انقدر تورم شدید شده بود که 4.2 تریلیون مارک تازه میشد $1. یعنی انقدر تورم زیاد شده بود و توی ایران هم این اتفاق ممکنه بیفته و این واقعا مثل یه شمشیر دولبه است. تورم مخصوصا توی همچین کشوری میتونه از یک سمت مردم رو ببره و اذیت بکنه، به خاطر اینکه وقتی تورم بالا بره
این اتفاقات میفته. مردم پولی که میگیرن از شرکت‌ها براشون کافی نیست که خرج زندگیشون رو بده. مرتب باید برن به اون شرکت‌ها بگن که ما پول بیشتری میخوایم. شرکت‌ها باید سعی بکنن پول بیشتری رو بدن به اونها. ولی اگه تو شرکت هستی و داری سعی میکنی پول بیشتری رو بدی که هنوز در نیاوردی و داری فقط حدس میزنی که به خاطر تورم قراره بره بالا و تو باید پول بیشتری بدی، برای تو میزان پولی که داره میاد و میرم سخت‌تره که بتونیم اداره بکنی. نه تنها اون، بلکه اگه بخوای یه پروژه جدید در بیاری نمیتونی درست روش قیمت گذاری بکنی. و اگه تورم خیلی زیاد بشه، واقعا افسار گسیخته بشه، تو حتی اون قیمتی رو که بذاری کسی نمیتونه پرداخت بکنه، چون تورم هنوز به اونجا نرسیده. مثلا اگر که قیمتی یه پروژه هست 1 میلیارد تومان، تو نمیتونی به یکی بگی که 1 تریلیون تومان و این پروژه رو من در 6 ماه تموم میکنم. و برای همینه که وقتی که به اونجا برسه اتفاقات مختلفی ممکنه توی اقتصاد بیفته. اولیش اینه که ممکنه بیکاری بره بالا، به خاطر اینکه خیلی از اون شرکت‌ها چون نمیتونن تخمین بزنن، یا اگه تخمین بزنن کسی حاضر نیست به کالا یا خدماتشون رو بخره، مجبورن کرکره رو بدن پایین. اتفاق دومی که میفته اینه که پول انقدر بی ارزش میشه که اخلاق و رفتار مردم هم نسبت به پول عوض میشه. به جای اینکه بره به سمت سرمایه‌گذاری، به خاطر اینکه ارزش پول داره تقریبا روزانه میفته، مردم میرن به سمت تبدیل کردن پول به هر چیزی که میتونن، به کالا، به ارز و طلا که خیلی خوبه، ولی به کالا حتی حاضرن برن باهاش شامپو و لوبیا و اینجور چیزا بخرن تا اینکه نرن اون پول رو 1 روز بخوان نگه دارن. و در مواردی که ضبط شده تو تاریخ، وقتی تورم افسار گسیخته اتفاق میفته، مردم دیگه به فکر فرداشون نیستن. یعنی پولی که امروز در میارن همین امروز خرج میکنن. و معمولا هم نوشته شده تو تاریخ که مخصوصا تو مثلا هم آلمان مارک این اتفاق میافتاده، یه دفعه میخونه ها و نمیدونم رستوران ها و اینا رونق شدیدی پیدا میکنن، به خاطر اینکه مردم اون پولی که میگرفتن همون روز میرفتن و میخوردن و صرف میکردن و به فرداشون هم حتی نمیرسیده. حالا چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که این دوران متاسفانه قرار سخت‌تر و سخت‌تر بشه و اتفاقاتی هم که جیوپولیتیکال هست و داره دورمون میفته هم اتفاقاتیه که داره میفته به خاطر اینکه میخوان ایران از درون بتونه این اتفاق براش بیفته. خیلی راحته که همه ما فکر بکنیم که همه جنگ‌ها با یه کودتای داخلی یا با یه انقلاب داخلی یا با یه حمله نظامی ممکن اتفاق بیفته، ولی اکثر جنگ‌هایی که اتفاق افتادن و تموم شدن جنگ‌های مالی بودن. یه مثال خیلی خیلی ساده براتون بزنم که یه خورده هم آگاهتون کنم به اتفاقاتی که شاید الان داره میفته، چون من خیلی این مدت هم روی تلفن کانال‌های مختلف و گزارش اخبار مختلف و روزنامه مختلف دیدم و واقعا تعجب میکنم که چرا یعنی هیچ کسی در مورد این چیزا صحبت نمیکنه و بهم داره واقعا نشون میده که آگاهی وجود نداره. هر چقدر نگاهتون به ترامپ خوب باشه یا بد باشه، خزانه‌دار الان وزیر خزانه‌داری اسکات بسنته. تو سال 1991 آمریکا نمیخواست که پوند انگلستان وارد یورو بشه یا تبدیل به یورو بشه. همونطور که می‌بینید بعد از اینکه یورو شکل گرفت، خیلی از کشورهایی که توی یوروزون بودن همه ارزششون رو تبدیل کردن به ارز یورو، به خاطر اینکه می‌خواستن یک ارزی درست بکنن که مجموعه همون کشور است که ارز خیلی قوی باشه که بتونن باش تجارت کنن. و چیزی که خیلی مهمه برای اینکه یک ارزی که همه بتونن باش تجارت بکنن اینی که اون ارز باید ثابت باشه، به خاطر اینکه همونطور که گفتم اگه تورم زیاد باشه توی ارز، مردم نمیدونن چجوری قیمت گذاری کنن و چجوری تجارت کنن با اون کشورها. پس هر ارزی که به قول معروف میومد توی یورو توی یک سیستمی میومد به اسم EMR که در اصل نگاه میکرد به تمام این ارزها و سعی میکرد اگه یه ارز قیمتش میافتاد میرفت اون ارز رو میخرید تا بیاره بالا، اگه یه ارز میرفت بالا اونو میفروخت، ارزهای دیگر رو میخرید تا بتونه این قیمت رو با مثبت منفی 2% همه ارزهای کشورهای مختلف رو برداره و تبدیل کنه به یورو. و توی سال 1991 اسکات بسنت که همین معاون خزانه‌داری آمریکاست الان، با کمک جورج سوروس رفتن 1 بیلیون پوند انگلستان رو قرض کردن از بانک‌های مختلف، از یه جا از چند جا قرض کردن که شناخته نشن و بعد در یک لحظه رفتن این 1 میلیون پوند رو تبدیل کردن به ارزهای دیگه، ارزهایی که ارزهای یورو نبود و این باعث شد که یک دفعه میزان عرضه پوند یوهو بره بالا و میزان تقاضا براش خیلی بالا نره، به خاطر اینکه میزان تقاضا همونجا بود ولی میزان ارزش یک دفعه 1 میلیارد پوند رفت بالا و این باعث سقوط پوند
سقوط 15% پوند شد، طوری که بانک مرکزی انگلستان وارد عمل شد و شروع کرد این رو ثابت نگه داره با تمام کاری که میتونست بکنه. سود رو آورد بالا، حتی به 15% هم سود رو سعی کرد برسونه که بتونه اون افت رو بتونه نگه داره. ولی خب اون باعث رکود اقتصادی خود انگلستان میشد که بعد از چندین هفته حتی اون رو هم پس گرفت بانک مرکزی و گفت ما نمیتونیم به قول من رکود اقتصادی وارد کشورمون واردش بکنیم، فقط به خاطر اینکه ارزمون افتاده. و برای همین بود که از اون روز پوند از EMR سیستم اومد بیرون و دیگه وارد یورو نشد. برای همین که خیلیتون ممکنه سوال میکنین از خودتون که حتی قبل از برگزیت که اتفاق بیفته چطور شد که پوند هیچ وقت، یعنی انگلستان هیچ وقت پوندش رو تبدیل به یورو نکرد. دقیقاً به خاطر همین قضیه بود. و حالا هم اگه نگاه بکنی آمریکا با ونزوئلا کاری که کرد، اینم من بهتون بگم که ونزوئلا هم دقیقاً یک کشوری مثل ایران که از نظر مالی وحشتناک تورم داره و اونم دقیقاً داره این خط رو طی میکنه و به یه میزانهای خاصی عقب و جلو میشه از ایران، ولی اونم داره این خط رو طی میکنه. و اتفاقاتی که برای ونزوئلا افتاده که یادتون باشه، حالا بجز اتفاق جدیدی که با مادورو افتاده، اتفاقات قبلی این بوده که آمریکا میومد کشتی نفتکش ونزوئلا رو میگرفت و این فقط به خاطر این نبود که نفتشون رو بگیره، ولی به خاطر این بود که درآمدزایی کشور رو بیاره پایین. و اگه تو بتونی درآمدزایی کشور رو بیاری پایین، تو در اصل داری باز دوباره عرضه اون کشور رو ضعیف میکنی. یعنی اگر که همین الان به ایران نگاه بکنیم، آمریکا شروع کرده تحریم گذاشتن رو تمام کسایی که دارن با ایران تجارت نفتی میکنن. خب اگه این اتفاق بیفته و واقعا اون کشوری که دارن تجارت نفتی با ایران میکنن نفت کمتری حتی از ایران بگیرن، یا اگه حتی آمریکا بیاد فرضاً مثلا تنگه هرمز و بتونه اونجا جلوی کشتی‌های نفتی رو بگیره، این خودش به تنهایی باعث کاهش میزان درآمد دولت میشه و این باز دوباره انگار داری هیزم میریزی توی آتیش اون تورم شدیدی که ایران الان داره واردش میشه. یعنی واردش هست، خیلی وقت بودیم و بیشتر هم داره میشه. و این به قول معروف یه خطی، یه سرسره‌ای که با جاذبه داره به سمت پایین میره. و برای همینی که دارم بهتون میگم که تمام فعالیتی که داره الان اتفاق میفته برای اینکه روزگاری ایران آزاد بشه و بتونیم واقعا دوباره یه زندگی خوبی رو تو اون کشور برقرار بکنیم، تمام این اتفاق باید با هم بیفته. خب میدونم خیلی مطالب مختلفی رو گفتم، ببخشیدم اگه یه خورده شاخه پریدم، ولی میخواستم این مطلب رو بهتون برسونم و باتون یه خورده صحبت کرده باشم توی این دورانی که هستیم. این دوران تاریکی هن. ولی چیزی که من از زندگی یاد گرفتم اینه که هر وقت وارد دوران تاریک میشیم، تنها راه رسیدن به نور عبور از اون تاریکیه. و میدونم حتی گفتن اینکه امید داشته باش تو این دوران حتی همونم تلخ به نظر میاد، ولی بهتون قول میدم روزی میرسه که نور دوباره به ما و به کشورمون میتابه. روزی میرسه که همه ما دوباره دیده میشیم و روزی میرسه که اون نور از خود ما میاد. اینو من بهتون قول میدم. قلب من با تک تک شماست، ذهن من، امید من به همه شماست. نمیخوام به دروغ بگم که فردا همه چیز خوب میشه، ولی اینو میخوام بهت بگم که این روزا هم میگذرن و در انتهای این تونل تاریک و تلخ یک نور هست، نوری که از خود ما میاد. تو دوباره دیده خواهی شد، دوباره صدات شنیده خواهد شد و من مطمئنم روزی میرسه که جهان با تعجب نگاه میکنه به یه ملت که با این همه فشار، با این همه بی‌عدالتی، این همه زخم هنوز ایستاده، هنوز قلبش میتپه و هنوز میتونه نفرت رو در خودش حل کنه و از اون پیروزی و آزادی بسازه.